جوانای عزیز به این رسم ها نگرید. اینها روز 6 نوامبر روز عید قربان از خانه برآمده در حالت مستی شافیور راننده تویوتا کاپکون به صدمه دچار شده 8 نفر به هلاکت رسیده. 3 نفر دیگر در بالنیسه خرابلو در حالت وزمینی خوب است. به این رسم ها نگرید. کسی که اینها را میشناسند به نامهای فلانی زیرین زنگ زنند. از جوانان عزیز خواهش میکنیم که در حالت مستی نوشیدگی به سر چنبرک ماشین سوار نشوند. عاقبتش هم خیلی میشوند. نگاه کنید. اینا تویوتا کاپکون ببینیم اینجا با پشت نرکه فری خون اینا نگاه کنید. برنامه برنده